دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. این دل را خانه خدا بکن، اعتراف بکن که ای خدا خانه ای تو اینجاست، قلب من، درون من، سینه من. خدا میگه من او رو مصفا میکنم، من او را پاک میکنم، من درون خودم میایم. دل را بده به پروردگار، بگذار که خدا درون این خانه بیاید. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. من خودم میام درون سینه تو، سینه تو پاک میکنم. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. برادر مشکل داره، به فضای مجازی میگذاره من مشکلات دارم. خدا میگه مشکل خور به الله عرض بکن، مداوا کردنش با من. من به سراغ تو میرسم. الله خود پروردگار میآید. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. تو کلید استجابت را گم کردی، حیران و سرگردان میگردی. کلید استجابت به توبه کردن، به بازگشتن به سوی الله سبحانه و تعالی است. خدا میگه من کلید را میدهم. اگر در زندگی تو قفلی آمده، این کلیدش دست منه، من بازش میکنم. تو فقط بیا، فقط دست راست کن، فقط بگو ای الله زندگی من قفل خورده، کلید استجابت پیش توست. خدا میگه من خودم بازش میکنم. حتی کلید خدا دست بنده نمیده که بگی باز کن. خدا میگه من باز میکنم. خدایا شرمنده ایم. الله کلید زندگی تو باز میکند، قفل زندگی تو میشکناند. فقط به الله، به ذات خدا رجوع بکن، بازگرد به سوی پروردگار عالم. چی میگه خدا؟ خداست و چی میخواهد؟ خدا چی میخواهد؟ بیفشان قطره اشکی، یک قطره اشک، بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. الله اکبر. مالک زمین و سما، مالک بهشت و جهنم، خریدار اشک بنده گناهکار هست. بنده گناه کرده، اشک ریختانده. خدا میگه من اشک تو رو میخرم. خدایا اشک ما رو میخری؟ بله اشک تو رو میخرم. باز در برابر این اشکی که از ما میخری، ما برای تو چی بدیم؟ خدا میگه هیچی، اشک تو رو میخرم، بهای این اشک تو بهشت من پروردگار عالم است. سبحان الله. هم خدا خریدار، هم خدا خریدار اشک بندگانه و هم خدا بهشت برای بندگانش میده. خدایا ما برای تو چی دادیم؟ بهای بهشت چیست؟ خدایا باور نمیشه که بهشت با این همه عظمت یک قطره اشک باشه. خدایا بهای بهشت یک قطره اشک بنده گناهکاره؟ بله، فقط یک قطره اشک بده. خدا میگه من بهشت خور به تو میدم، رضایت خود را میدهم. بالاتر از او عقل امیر قبول نمی کند. تو یک قطره اشک بده، من دیدار خود را برای تو میدهم. خدایا یک قطره اشک ما و دیدار تو، یعنی قطره اشک گناهکار و معصیتکار بهای دیدار توست. خدایا باور نمی شود. بریزان قطره اشکی، بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص، دریا کردنش با من. یک قطره بریز، خدا ابر رحمت خود با یک قطره تو سر تو میافشاند و میریزاند.
خدا برای تو چی میگه؟ خواهر مسلمان، برادر مسلمان، فرض کن الله برای تو میگه اگر درها برویت بسته شد دل بر من کن باز. هر دریچه ها بسته شد، دروازه ها بسته شد، دل از همه بکن، بیار دل خود را به طرف پروردگارت. در این خانه در قلباب کن. هر دروازی زدی، به هر دروازی در قلباب کردی و تک تک کردی. شب دروازی خدا را هم بزن، دروازی رحمت خدا را هم یک شب بزن. در این خانه در قلباب کن. باز کردنش با من بازش میکنم. تو نمیگذارم دست بزنی باز بکنی. تو فقط تک تک که خدا میه در را باز میکنه. خدا پروردگار بزرگ به من گو حاجت خود را، اجابت میکنم آن را. طلب کن آنچه میخواهی، مهیا کردنش با من. از الله بخواه، اگر خدا برای تو نداد برو دنبال دیگری. با دل بیا، با اخلاص دل. اگر الله نداد برو دنبال دیگری. اگر عمر گناه کردی، بعضی ها میگن که ما رو نداریم به درگاه خدا، خیلی گناه و معصیت کردیم، روح برای ما نمانده. خدا چی میگه؟ الله خودش میگه اگر عمر گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. تو از رحمت من الله ناامید میشی؟ سبحان الله. اگر عمر گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. تو فقط نوشته کن، بگو ای الله گناه و معصیت کردم، الله امضا میکند. یک قطره اشک بهای دیدار خدای تبارک و تعالی است. یک قطره اشک بهای بهشت و جنت الفردوس پروردگار عالمه. یک قطره اشک